دوستای عزیزم سلام، خیلی 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 خوش اومدید به کانال خودتون نیو پاورپوینت. امروز قراره این دیزاین جذاب رو تو نرم افزار پاورپوینت با هم دیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیزی بهتون بگم که نیاز برای این اسلاید از پاورپوینت 2019 بالا استفاده کنید، چرا که من توی این اسلاید توی این تکنیک از تکنیک مورف استفاده کردم و این تکنیک فقط تو پاورپوینت های 2019 به بالا هستش. بدون معطلی بریم سراغ آموزش. خب من اینجا یه دونه اسلاید خالی باز میکنم به این صورت. خب من اینجا الان بک‌گراندم درست شده است. یه حالت گرادینت داره، از خاکستری میره به رنگ سفید. شما میتونید همین کار رو انجام بدید، کلیک راست کنید، فرمت بک‌گراند، از این قسمت گرادینت بذارید، یه طرفش خاکستری و یه طرفش سفید. من از قبل این کار رو انجام دادم، اپلای تو آل رو زدم و این تو همه استیت ها جاری میشه این بک‌گراند. خب من میخوام اینجا یه شیپ بکشم، میرم به قسمت اینسرت، از قسمت شیپس این مستطیل با گوشه های گرد رو انتخاب کنم. به این صورت میکشمش، این اندازه خوبه. و این نقطه زردی که اینجا هست رو میبینید، این نقطه زرد رو من به سمت راست بکشم، گوشه ها گردتر میشه، به سمت چپ بکشم گوشه ها تیزتر میشه. من میخوام در گردترین حالت ممکن باشه اینجوری. خب توی پاورپوینت شما هر شیپی که بکشید خودش به صورت پیش‌فرض آوتلاین داره. من اوتلاین یا استروک این گوشش این کناراش یه خطی داره. من میخوام این اوتلاین حذف بشه، پس اینجا شیپ اوتلاین رو میزنم روی نو اوتلاین. دیگه اینجا الان هیچ اوتلاینی نداره. رنگش فعلا مهم نیست، چرا؟ چون که قرار روی توی این شیپ عکس قرار بگیره، یعنی رنگش اصلا برامون مهم نیستش. ما فعلا شیپ رو بسازیم، بعدش عکس رو داخل این شیپ میاریم. خب من این مقدار زوم کنم. این شیپی که من دارم میخوام ازش یک کپی بگیرم. دکمه کنترل رو نگه میدارم و اینو میکشم به سمت پایین. اگه من شیفت رو نگه ندارم این اینور اونور میره. من میخوام شیفت رو نگه دارم که صاف بیاد پایین. خب اینجا میارمش پایین، هم شیفت رو نگه داشتم کنترل. خب اینجا دیگه ولش میکنم. بعدش دوباره شیفت رو نگه میدارم، یه مقدار میکشمش جلوتر، اینجا خوبه. خب حالا دوباره اینو انتخاب میکنم، کنترل شیفت میارم پایین. این خطای قرمز اینجا رو میبینید؟ من یکم زوم میکنم براتون ببینید. این خط خودش به صورت پیش‌فرض میگه که فاصله بین مستطیل‌ها الان یکیه دقیقاً. این خودش به صورت اتوماتیک فعال هستش. من اینو ول میکنم، دوباره اینو کپی میکنم تا اون خط قرمز دوباره مشخص بشه. ببینید الان دوباره خط قرمز مشخص شد. ولش میکنم، یکم زوم اوت کنم، دوباره اینو میگیرم، اینم میکشم و ببخشید اینجا خراب شد، من زوم اوت کردم فاصلهش خراب شد. الان درست شد. دوباره اینو میکشم به سمت پایین، کپی میکنم، کنترل شیفت رو نگه میدارم، اینجا قرار میدم. خب ما این 5 تا رو تونستیم بسازیم. چه بد میدونم. خب 5 تا رو ساختیم. حالا من اینو میگیرم، کنترل شیفت رو نگه میدارم، این دفعه به این طرف یه کپی ازش میسازم. اینو کوچیک‌ترش میکنم اینجوری، کنترل شیفت دوباره پایین میکشمش، اینجا قرار میدم، کنترل میگم شیفت رو دیگه اینجا نگه نمیدارم، کنترل اینجا. خود میبینی خطای قرمزی که هستش نشون میده که دقیقاً با این یکی مستطیل توی یک خط هستش. خب الان من 8 تا شیپ جدا جدا از هم دارم، 5 تا این بزرگا، 3 تا این کوچیکا. اینجا من سلکشن پین رو باز کنم، شما میبینید 8 تا لایه ما اینجا داریم. من میخوام این 5 تا بزرگه با هم دیگه تبدیل به یه دونه شیپ بشن، یه گروه نه، میخوام دقیقاً یه دونه بشن، 5 تا لایه تبدیل به یه لایه بشه. 5 تاشو انتخاب میکنم، میرم به بخش شیپ فرمت، مرج شیپ و گزینه یونین رو میزنم. الان اینجا نگاه کنید که این 5 تا با هم دیگه یکی شدن. من میخوام اینا رو همشو با هم دیگه بچرخونم. حالا اگه من همینجوری بچرخونم نکنید اینجوری میشه، بعد میچرخه. پس کنترل زد رو میزنم، الان کنترل جی رو میزنم تا همشون تبدیل به یه گروه بشن. نگاه کنید الان میچرخونمش و میبینید که همشون توی یه راست با هم دیگه میچرخن. خب اینجا خوبه. مثلا عکس هم میذارم، این شیپ هم میذارم اینجا. حالا کنترل شیفت جی رو میزنم تا دوباره از حالت گروه خارج بشه، نمیخوام گروه باشه. خب الان وقت اینه که من عکسمو وارد برنامه کنم و توی این شیپ هم قرار بدم. پس عکسم میارم داخل برنامه. خب من عکسم آوردم داخل برنامه، میفرستمش زیر همه لایه ها و حالا کوچیکش میکنم تا اون جای دلخواه که میخوام قرار بده. اینجا میذارمش. دقت کنید که شیپ نباید اندازش از این عکس نباید اندازش از این شیپ کوچیک‌تر باشه، حتما باید این عکس کل این شیپ رو بگیره. این صورت میبینید الان این عکس کاملا شیپ در بر گرفته و میخوام این دو تا رو با هم دیگه ترکیب کنم. خب جاشم تنظیم میکنم، اینجا خوبه. نگران جاش نباشید چون بعد از اینکه اینا رو هم ترکیب کنیم بازم میتونیم جاشو تغییر بدیم. حالا من اول عکس رو انتخاب میکنم، کنترل رو نگه میدارم، شیپ هم انتخاب میکنم، میرم به قسمت شیپ فرمت، از قسمت مرج شیپس اینترسکت رو میزنم. خب میبینید همونجوری که میبینید این دو تا با هم دیگه ترکیب شدن، ولی جای ماشین یه مقدار خوب نیست.
پس من این رو انتخاب میکنم، این شیپ رو دیگه تبدیل به عکس شده. به قسمت پیکچر فرمت میرم، کراپ رو میزنم، یه مقدار مثلا میکشمش اینورتر اینجوری. الان جاش عالی. من میخوام رنگ اینا رو هم تغییر بدم، پس میرم به قسمت فرمت شیپ، میخوام یه گرادینت بذارم از همین رنگایی که داخل همیشه تصویرم دارم. پس اینجا گرادینت رو که میذارم یکی از اینا رو انتخاب میکنم، رنگش رو باز میکنم و این قطره چکون رو برمیدارم، مثلا این رنگ آبی رو انتخاب میکنم برای این طرف، این ورش هم یه رنگ مشکی از همین تصویر انتخاب میکنم. خب دیگه نیاز نیست برای این دوتا همین کار انجام بدیم. من اینو انتخاب میکنم از این قسمت فرمت پینتر، دوبار کلیک میکنم، یه بار روی میزنم، یه بارم روی میزنم، تمومه. دوباره رو خودش کلیک میکنم که از حالت کپی کردن در بیاد. خب همونجوری که میبینید اینجوری شد. چه با من میخوام یه مقدار مشکیشو مشکی تر کنم، خیلی مشکی نیست، حس میکنم مشکی تر باشه جذاب تر. حالا دوباره از همینجا کپی کنم روی این دوتا، مشکی تر باشه جذاب تر. خب ما الان تونستیم شیپمون رو خیلی قشنگ بسازیم. خب بریم تو اینجا ببینیم چی داشتیم. ما اینجا 4 تا دایره داشتیم که یکیش بزرگتره و رنگتره، 3 تا کوچیک داشتیم و متنمون داشتیم که متن آخرش من وارد می‌کنم. پس بریم سراغ این دایره ها، ببینیم دایره ها رو چجوری باید بکشیم. من اینجا میرم به قسمت اینسرت و یه دونه دایره کامل میکشم. شیفت رو نگه می‌دارم تا دایره‌ام کامل بشه. اگه شیفت رو نگه ندارم اینجوری میشه. شیفت رو نگه می‌دارم اینجوری بشه. آوتلاین می‌خوام نداشته باشه. خب میرم به قسمت شیپ فرمت. من اینجا میتونم سایزش رو تغییر بدم، ولی قبل از اینکه سایز رو تغییر بدیم این دکمه رو بزنید و این دکمه لاک اسپکت ریشیو رو بزنید تا شما اگه یه طرفش رو تغییر بدید اون یکیش هم به صورت هم خودکار اتوماتیک خودش همون اندازه رو تغییر بده تا دقیقاً دایره بودنش حفظ بشه. من میخوام سایزش مثلا 5 خوبه، نمیخوام 5 و 16 باشه، 5 خوبه، سایز مثلا 5 خوبه اینجا میذارم و دوباره همون عکسی که اینجا آوردم رو دوباره وارد برنامه میکنم. من این عکس رو وارد برنامه کردم، اینجا میذارم. خب این عکسی که آوردم اینجا میذارم زیر این شیپم، سند تو بک، اینجا مثلا جاش خوبه. خب دوباره عکس رو اول انتخاب میکنم، کنترل دایره رو انتخاب میکنم، شیپ فرمت مرج شیپس و اینترسکت رو انتخاب میکنم. خب ما اینجا الان تونستیم یه دونش رو درست کنیم، خیلی جذاب و فوق العاده. خب من یه کپی از این میگیرم میذارم پایین و میخوام سایزش رو تغییر بدم. سایزش رو مثلا میکنم چند میکنم 3. این دفعه سایزش 3 خوبه، اینجا قرارش میدم و جاشو بعدا تغییر میدم. کلیک راست میکنم، چنج پیکچر رو میذارم از این قسمت، دیس دیوایس، عکسی که داخل کامپیوترم هستش رو انتخاب میکنم و جایگزین این میکنم. خب همونجوری که میبینید عکس من اینجا جایگزین شد. یکم زوم کنم ببینید چی شد. این عکس جایگزین شد. میخوام یه مقدار بیارمش اینورتر، از قسمت کراپ یه مقدار میکشمش اینورتر تا تنظیم بشه. خب از همین یه کپی دیگه میگیرم میذارمش این پایین، اینم دوباره مثل روش قبلی چنج پیکچر دیس دیوایس رو میزنم و عکسم تغییر میدم. این کارو برای دو تا عکس دیگه هم انجام میدیم. من دو تا دایره میسازم و این کارو برای این دو تا هم انجام میدم و عکسشون رو تغییر میدم. خب من عکس‌ها رو الان جایگزین کردم، اینا جاشون یه مقدار بیاد پایین‌تر شاید بهتر باشه، جاشون اینجا خوبه. خب من میخوام فاصله بین اینا یه اندازه باشه. من دفعه اول که کردم خیلی دقیق نبود، میخوام همشون تو یه خط باشن و فاصله‌هاشون هم یکی باشه. خب میرم به اینجا ستاشو انتخاب میکنم، پیکچر فرمت، از قسمت الاین این الاین سنتر میذارم تا همشون توی خط قرار بگیرن اول که توی خط بودن. بعدش این دیستریبیوت ورتیکالی رو میزنم تا فاصله هاشون دقیقاً یکی بشه. الان فاصله سه تا دایره با هم دیگه یکی شده. من میخوام یه مقدار اینا کم رنگ تر باشن، یه مقدار اصطلاحاً ترانسپرنسیشون یا اوپاسیتیشون کمتر باشه. پس اینو انتخاب میکنم از قسمت پیکچر فرمت، اینجا ترانسپرنسی رو مثلا میذارم روی این مورد این 4 میذارم، اینم همینجور، اینم 4 میذارم، این هم همین 4 میذارم. خب حالا این تشکیل شده. فقط من اینجا فکر کنم آره اینجا بشه یه گرادینت هم دادم. دوباره میرم اینجا به این عکس میخوام یه گرادینت گرادینت استروک بدم که حالت گرادینت داره. پس اینجا لاینش باز میکنم، گرادینت لاین رو میزنم. اینجا نکنید 4 تا رنگ داره، من 2 تاشو حذف میکنم، بگیرید بکشید به سمت بالا حذف میشه. میخوام همین رنگایی که اینجا بودن رو به این اوتلاین بدم، یه رنگ آبی، این خوبه. این ورش هم یه رنگ مشکی، همین خوبه و سایزش رو هم بزرگ میکنم. الان 75 من میکنمش 5 تا همچین حالتی رو خودش بگیره. اینا کنید چقدر قشنگ شد. الان یه استار گرفت و این سه تا کم رنگ تره. تنها چیزی که میمونه اینه که شما متنتون رو اینجا وارد کنید. من مثلا از همینجا دیگه متن رو کپی میکنم، دیگه متن رو کار نداره، شما میتونید به دلخواه خودتون رنگش رو عوض کنید
و همون متن رو میتونید مثلا من یه حاشیه بک‌گراند مشکی بذارید، رنگش آبی و ترکیبی بذارید تا قشنگ بشه. من این متن از قبل تو این اسلاید هستش کپی میکنم و همینجا پیستش میکنم. بریم سراغ اسلاید دوم. اسلاید دومم دیگه راحت تره دیگه، چون شما اصل چیزا رو دارید، فقط باید یه مقدار تغییر توی رنگ و این دایره ها بدید. پس من کنترل دی رو میزنم روی اسلاید تا از اسلایدم میکرد بگیره. اینو انتخاب میکنم. اولین کاری که میکنم اوتلاینش رو برمی‌دارم، دی اوتلاین نمیخواد. سایزش رو میذارم روی 3. خب جاشو فعلا اینجا میذارم. نکنه خودش به صورت خودکار اینا رو توی ردیف قرار میده. رنگ ترانسپرنسیش رو هم میذارم روی این 4. اینو بزرگش میکنم، دومی رو بزرگش میکنم، میذارم روی 5. حالا که بزرگ شد جاش اینجا قرار میدم توی یه خط با اونا، جاش خوبه. ترانسپرنسیش بیشتر میکنم. خب این اکثرا باید تغییرش بدم. اینم میذارم اینجا change picture this device، دوباره از همین عکسی که اینجا هستش، این بغل هستش، همین رو انتخاب میکنم و اینجا هم قرار میدم. خب من عکسمو قرار دادم همونجوری که میبینید. دوباره باید یه مقدار جابجاش کنم، میکشمش این ورتر، اینجا بالاتره. خب اینم میخوام رنگش رو تغییر بدم، مثلا این رنگ آبی روشن از خود تصویر میگیرم، مشکیش هم خوبه. همین رو کپی میکنم توی این دوتا تا اینجوری بشه. خب اینم من یه مقدار باید بهش استروک بدم، همون استروک دو رنگی گرادینتی، همین دو رنگی که انتخاب کردم برای اونجا اینجا هم انتخاب میکنم و سایزش رو هم 5 میذارم. خب متنم باید تغییر کنه، رنگش رو اینا باید تغییر کنه. من همش انتخاب میکنم متنم رو، تاپشون میکنم و متنم از جو کپی میکنم، کپی و اینجا پیستش میکنم. خب اسلاید دوممون هم تکمیله. دو تا اسلاید بعدی هم دقیقاً همین کارو انجام میدیم. این دوتا رو بزرگ میکنیم، اینو کوچیک میکنیم و عکس و رنگا رو هم تغییر میدیم. من این کارا رو انجام میدم و برمیگردم پیش شما. خب دوستان عزیزم، من 4 تا اسلاید تکمیل کردم. اسلاید سوم شد، اینم اسلاید چهارم شد. دیگه اسلایدهای ما همش تکمیله. تنها چیزی که باقی میمونه یه دونه ترانزیشن مورف. 4 تاشو انتخاب میکنم، قسمت ترانزیشن میرم و ترانزیشن مورف رو انتخاب میکنم برای همشون. بریم ببینیم نتیجه کار چی شد. خب با کلیک اول اینجا میاد، با کلیک دوم اینجا میاد، با کلیک سوم اینجا میاد و میبینید که 4 تا اسلاید ما تکمیل شد و خیلی فوق العاده. اینجا میتونیم ببینیم که چجوری داره اسلاید جابجا میشه، این دایره ها جابجا میشه و پررنگ‌تر میشه. خب دوستان عزیزم، ممنون از همراهیتون. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید. حتما اگر که به پاورپوینت و آموزش پاورپوینت علاقه داشتید، کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و از ما حمایت کنید. ممنون از همراهیتون. تا دیدار بعدی، بدرود.